کلاهای مسخره چیه گذاشتن سرشون اینا؟ سرجیخه. بله قربون. اینا چیه گذاشتن اینا سرشون؟ قربون فعلا تو انباری کلاه نداشتیم، گفتیم فعلا اینا رو بزنن تا بعد براشون ردیف کنیم دیگه. ببندین شتا. بردارین اون کلاه رو دلقکا. این چه وضع سربازی اومدنه؟ این چه کلاهی گذاشتین سرتون؟ بردار کلاه تا. اینجا بین شما کی سواد داره؟ من داشته بیدم. تو اسمت چیه؟ بگوری برری، متخلص به گیسو. تخلصت بخوره تو فرق سرت. تو از این بعد منشی ما هستی. سرجوخه. بله قربون. این اسامی رو بده آقا حضور غیاب بکنه ببینیم بلده. بخون. شیر فرهاد برره. ها. جان نثار بالا برری. ملیجک بررود آبچنار. ها. داریوش باریش نیکوف برره. آها. ملول چال برره. ها. تیمور بوربولنسج. ها. نظام دیو برره. ها. بگوری برری هم که خودم بیدم حاضرم. بسیار خوب. شما پرخوتک های شمپت شرمت کتکلا به همه چیز شباهت داری غیر از سرباز، ولی اشکالی نداره. من از شما سرباز میسازم جوری که خودتون تو آینه نشناسید. متاسفانه من آدم بد اخلاقی هستم، اما اگر با من همکاری بکنید مطمئن باشید که سربازی به شما سخت نمیگذاره. باید سخت کوش باشید، منظم باشید، فرمانبر باشید. اما اگر بخواهید که از زیر کار در برید و تمارض بکنید و چه میدونم شمپت بازی از خودتون در بیارید، دیگه اونجا کلامون میره توی هم. شیر فهم شد؟ ها دیگه چیه؟ وقتی من ازتون میپرسم باید بگید بله قربان. فهمیدین؟ خب به نظر میرسه که من با یک مش انسانهای کتکله سر و کار دارم، ولی اشکالی نداره. من از چوب خشک هم سرباز میسازم. اتفاقا عمه شاخی منم از خمیر اسب وسازه. بله عمه شاخی شما اتفاقا از هر دو انگشتش یه دل هنر وباره. تو اسمت چیه سرباز؟ مخلص شما نظام دو برریه. اسم شما چی بید؟ اون وقت سرجوخه؟ بله قربون. 3 روز اضافه خدمت واسه کتکله بنویس تا یاد بگیره که خودش چجوری به ارشدش معرفی بکنه. رو چشم قربون. وقتی از شما ارشدتون سوال میکنه که اسمتون چیه، به عنوان مثال باید بگین نظام دو برریه قربان. فهمیدین؟ سوال اسمت چیه؟ نظام دو برریه قربان. ابله اسم خودت بگو شمپت. مخلص شما هم تیمور. اسم شما چی بید؟ سرجوخه؟ بله قربان. 2 روز هم اضافه خدمت واسه ی آقا بنویس. چشم قربون. امروز دم غروب استراحت ندارید. باید وایسید تمرین کنید تا سرباز بشید، آدم بشید، تا یاد بگیرید که چجوری خودتون رو به افسر ارشدتون معرفی بکنید. مفهوم شد؟ ها و زهر مار. سرجوخه بله قربون. 2 روز اضافه خدمت برای همه بنویس تا این ها گفتن از سرشون بیفته. چشم قربون. حالا شروع به کار میکنید. خبر دار از جلو نظام. ببخشید چرا از جلو نظام؟ خب از جلو شیر فرهاد. من پشت سر این نشیمنگز وایسم. برای اینکه من بالا برره‌ای بیدم. این دفعه حرفای نجات پرستانه خودت در بکنی میزنم تو حلقت. تو غلط نکردی، پایین برره یه ساق نخود بخور حرف بزنی با من. دعوا نکنید. چه خبره؟ بابا دعوا نکنید. یک دفعه دیگه من ببینم از این غلطا میکنی شلوغ بازی در بیاره این سگ و گربه به هم دیگه بپرین، رخ چمالتون میکنم، لهتون میکنم. ها یعنی بله قربان. نه یعنی ساکت.